بله. سوال اول: شالوم ممنون از ساخت پیام ناشناس. سوالم در مورد اینه که چجوری به عقاید و نظرات پدر و مادر و دیگران و نزدیکانمون احترام بذاریم ولی باز کاری که فکر می‌کنیم درسته رو انجام بدیم، با وجود اینکه تو این مسیر خیلی بهمون فشار کلامی میاد، مثلا با صحبتاشون آزار می‌بینیم. دو تا مسئله اینجا هست. که اولا آیا ما مطمئنیم که نظر ما، تصمیم ما درست‌تر از نظر پدر مادرمونه؟ این قدم اوله. قدم دوم، اگه من میدونم نظرم از نظر پدر مادرم صحیح‌تر و درست‌تره، آیا هنوز درسته که اون کار رو انجام بدم، یا با وجودی که نظر پدر مادرم ممکنه صحیح نباشه، نظر اونا رو من باید بر نظر خودم تقدم بدم؟ و بعد از اینم اگه واقعا جایز نیست که من حرف اونا رو گوش بکنم، چجوری میشه من کار رو انجام بدم با کمترین ابراز توهین به پدر مادرم یا ایجاد یه احساس ناراحتی نسبت به اون حد که حرمت. و بعد شما مسئله بعدی عنوان میکنین که ما احساس آزار کلامی داریم که ما داری فشار میاد، پدر مادرمون با این مسئله فشار میارن. ببینیم دونه دونه مسئله نگاه بکنیم. اگه سوالتون درست فهمیدم؟ بله، فکر می‌کنم یعنی من دارم سوال دیگران رو می‌خونم. بله، اوکی. فکر کنم اگر متوجه درست نشدم، هر کسی صلاح میدونه خواهشاً منو راهنمایی بکنه. اولی که آدم بین نظر خودش و پدر مادرش چه چیزی صلاح تره، این خیلی مهمه که انسان یک سوم شخصی داشته باشه، یک ربای، ربتسن، ربانیت، یه دوست بزرگتر، یه معلم، آموزگار، کسی که میدونیم واقعا شایسته است، داناست، دلسوزه، با من آشنایی داره، میدونه مسائل ما رو چی هستش، و بعد با اون شخص سوال بکنیم، بگیم نظر شما این مسئله رو من چیکار بکنم. تو خود گمارا و بعد رو شولخان رو بر طبق گمارا چندین تا مورد رو میاره که اگه انسان با پدر مادرش اختلاف نظر داشته باشه، اول از همین گمارا میگه که آدم آسوره که بیاد حرف پدر مادر خودش رو نفی بکنه. مثلا پدر من برمیگرده میگه الان رئیس جمهور نیکاراگوئه آقای چه میدونم فلانیه، بعد میگم بابا این نیست، اون نیست، اشتباه کردی، مال رئیس جمهور سودانه. من آسور این حرف رو بزنم. چرا؟ به خاطر با وجود پدرم داره اشتباه میکنه، توفیری نداره رئیس جمهور کشور چی هستش و چی نیستش. من که بیام پدرمو میخوام تصحیح بکنم، همین آسوره، یعنی دارم حرفشو نفی میکنم، این بی احترامیه، هیچ توفیر هم کسی نداره. اگه مثلا مادرتون میخواد بره یه اداره و میخواد پاسپورت بگیره، پدرتون میگه رئیس اونجا اسمش از آقای فلانی و شما میدونی که اسم اشتباهه و اینجا به ضرر مادرتون خواهد شد، طرز گفتن باید چطور باشه؟ سوال میکنید، نمیاد به حالت مثلا میگه نه این نیست، اشتباه میکنی. میگه بابا مطمئن نیستم، ممکنه اسمشون آقای فلانی باشه، این فکر میکنم یه بار شنیدم، مطمئن نیستم، شما چی فکر میکنید؟ به خاطرش بیارید. اگه هنوز میبینید به خاطر نمیارم، به مادرتون میگین فکر کنم من یه بار شنیدم، انگار شاید اینطوری باشه، شاید اشتباه میکنم. یعنی با حالت شک و تردید میگین، نمیرین تو دل طرف بگین اشتباه میکنی. و همینه به خاطری که هشم میگه اگه احترام پدر مادر رو نگه نداری درست، اگه مثلا نیای و یه طوری با اینا رفتار نکنی به طوری که بهشون گفته بشه که آقا شما واسه من سرورید و حرفی که شما میزنی رو تخم چش منه، اگه اینجوری رفتار نکنین، هشم میگه این عدم حرمت محسوب میشه نسبت پدر و مادر. باید مواظب باشید. این چیزی که هشم خواسته. دو تا مورد داریم توی تورا، کاود و ایرا. یکی احترامه، یکی ارج و قربه، که انسان در برابر پدر مادرش احساسی بکنه که من از اینا یه حالت واهمه ای دارم، نه حالت ترس و لرز، نه واهمه که خدا نکرده نکنه من به اینا یک رفتار ناجوری داشته باشم که خدا نکرده هشم از من دلگیر باشه. پس طرز گفتن مهمه.
که چجوری داره مسئله رو عنوان میکنن. حالا این نفر سوال میکنم آیا پدر من این کاری که حرفی میکنه از من میخواد توقع خوبی یا نه. گمارا میاد کیسه مختلف میاره، مثلا میگه که من میخوام با این نفر ازدواج بکنم، پدر مادر میگه من این طرفو دوست ندارم. آیا مجبورم به حرفش گوش کنم یا مجبور نیستم؟ میگه مجبور نیستی. اگه تصمیمت واقعا با دیگران چک کردی و دیدی درسته، مثلا من میخوام با یه پسر یا دختر مذهبی ازدواج کنم، پدر مادر من به اندازه کافی مذهبی نیستن، میگن نه این بیش از اندازه مذهبی نمیخوایمش. باید من ربایی هم بپرسم آیا به اندازه بیش از اندازه مذهبی واسه من نوعی؟ یه نفر میخواد بره یشیوا تحصیل بکنه و پدر مادرش میگه نه تو باید ریشا تحصیل بکنی. آیا من مجبورم حرفشون گوش کنم یا نه و چه جوری باید با این مسئله برخورد کنم؟ خیلی جزئیات پیچیده‌ای هم داره که انسان سعی باید بکنه واقعا یه راهنما داشته باشه که بهش بگن چیکار کنه. یه نفر میخواد بره برفرض مثلا توی بیزنس یه کاری انجام بده، بعد پدرش میگه من این بیزنس خوشم نمیاد انجام نده. آیا من مجبورم بیزنسمو عوض کارم عوض بکنم؟ اینا واقعا مستلزمه من برم با این نفر صلاح دید کنم این کارم درست است انجام بدم یا درست نیست. تا اندازه ای که سفر هیت اوروت تشووا میاره، میگه که اگه یه نفر میخواد یه پسری میخواد توی سوکا بخوابه و هوا سرده یا هوا یه مقداری ملسه، پدرش میگه من راحت نیستم تو سوکا بخوابی، میترسم بچای، تو میترسم سرما بخوری. سفر هیت تشووا میگه تو سوکا نباید بخوابه اون شخص. سوکا خوابیدن میسواست. میگه به خاطر اینی که سر این میسوای سواله، بعضی میگن شاید امروزه نباشه، ارمغی حرفای مختلف میزنن که بالاتر از عقل منه. یا مثلا برفرض تو سوکا غذا خوردی حالا خوابیدن ممکن به این اندازه نباشه که بخوای کیبود آوائمو زیر پا بذاری. احتمال پدر مادر رو 2 میسوا اینجا داری. میسوا این که پدرتو با ناراحتی بره بخوابه و دلش چرک باشه، دلش قرار نباشه، این برتری داره و تو سوکا نمیخوابی. ولی خیلی میسوای دیگه هستش که نه پدر من این غذا رو بخوره، غذا غیر کاشره، باید گوش کنم؟ نه نمیخواد گوش کنم. از تو پاراشای قدوشیم هست میگه ایش ایمو و آویو تیراو و ات شبدوتای تیشمرو. هر کسی از پدر مادر خودش واقعا حالت احترام، ارج و قرب و قدر و اینا داشته باشه، ولی شبات هم باید نگه بداری. چرا با هم دیگه اینا هم جوار هستن؟ چرا قرین شدن توی پاسخ که همزمان میگی پدر مادر احترام بذار و میگی شبات رو نگه دار؟ میگی احترام پدر مادر تا اون اندازه‌ایه که احترام هشم و زیر پا نذاره. اگه پدر من میگه هشم و حرفش رو زیر پا بذار، اونجا مجبور نیستم. حالا باید ببینیم کدوم حرفای هشم هست که از حرف پدر مادر من برتری و اهمیت داره. بعضی وقتا هست ممکنه نه حرف اونا ممکنه اهمیت داشته باشه. رو این چندین صفحه گماره قیدوشین هست، گماره مختلف دیگه هست میارن، شولخان عروخ یورده ها سرش صحبت میکنه که خوب انسان بره مطالعه بکنه. چند تا کتاب بسیار عالی هم هست، من به فارسی اگه ترجمه شده باشه. یکی از The Fifth Commandment، قانون پنجم که به دقیقه این میخواست تمام کیسه مختلف میاره صحبت میکنه، تا موردهای مختلف که حتی از گمارا میاره که یک نفر طرف یک شخص متمول و برجسته جامعه بود، ولی مادرش یه مقداری حواسش رو از دست داده بود و حواسش مادری مقداری پیر شده بود و دیمنشا آلزایمر فراموشی گرفته بود. میگه این شخص با یه لباس بسیار بسیار برجسته و عالی و گرانقدر داشته بغل یه رودخونه راه میرفته، یهو مادرش از میاد از اون جلو و میگیره کیفی که یه کیف داشته، کیف پرپولشو میگیره پرت میکنه توی دریا و یه آب دهن هم میندازه رو لباسش. میگه این طرف خیلی عصبانی میشه، خود پرخاش به مادرش بکنه. میگه این نباید چی بگی، این نباید چی بگم، مادر حالیش نیست، احترامش واجبه. اگه نفر دیوود میتونه حرفی بزنه مثلا میگه آقا مواظب این باشید، اینو بگی از من دور بکنید، مادرت باید ساکت سکوت بکنی. آیا بدین من است که اگه من مادرم داره به طرف من میاد میخواد کیفم بندازه بیرون بدم دستش؟ نه، دست خودم میگیرم نمیدم، میگم مادر نه خواهش میکنم، مامان ولم کن، خواهش میکنم مامان، ولی با احترام تا اون جایی که میشه. همه این داره مثال گمارا میاره به خاطر که انسان بدون احترام پدر و مادر بسیار 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 واجبه. ولی
انسان باید بسنجه کجا هستش که ممکنه من اینجا مجبور نیستم که به حرف پدر مادرم گوش کنم، اونم با ترفند و با یک حالتی که واقعا موقعیت استراتژیک و سوق و جیشی رو بسنجم، یه جوری بدون اینکه نهایت سعی خودم کرده باشم کمترین بی احترام اینا شده باشه که من کار خودم بخوام انجام بدم. اگه مثلا راهی هستش که حتی از من این چیزی میخوام، میگم سر راه داری میری فلان کارو بکنی، یا این کار رفت بیده نداره، به مثلا داره میگه سر راه داری میری حتما به این آقای فلانی یه سلام برسون. پدر من دوست داره همیشه سر راه به مردم سلام برسون. حالا من عجله دارم، یه اپوینتمنت، یه جلسه مهم دارم باید برم، هر دفعه میگه وایسم اونجا پارک کنم برم تو بگم پدرم سلام رسوندن و بخوام برم، از کار زندگی میافتم. میگه مجبور نیستی این کار رو انجام بدی، ولی پدر تو اصرار داره، متوجه هم نخواهد شد. هیچ کسی زنگ بزنه بگه تو میتونی بگی چشم بابا. چشم بابا یعنی چی؟ چشم یعنی به رو چشم، حرفتون رو شنیدم ولی مجبور نیستم انجام بدم، چون هشم نمیخواد که من برم از کار و رزق و روزیم بیفتم صرفا بخوام یه سلام به این نفر دیگه برسونم. درباره اینکه انسان چقدر از مسائل مالی خودش باید کنار بره، گمارا میگه کی بود آو میشل آو، انسان میخواد احترام پدر مادر نگه داره، خرجش از خود پدر مادر میاد. مثلا پدرم من میگه برو برای من یه بستنی بخر و من هیچی پول ندارم، پدر من پول داره، میگه بستنی بخرم، بستنی بخرم مثلا برفرض باید برم من بستنی بخرم مثلا 5 تومن، $5، از میدونم قیمت ایران به طور سرسام‌آور تمام دنیا قیمت رفته بالا، ممکنه 5 تومن به گدام دیگه ندن، حالا 5000 تومن، 5 میلیون تومن، 5 تومن با میگه برو بخر، من پول ندارم، جایم دسترسی پول ندارم، خود بابام پول داره، میتونم به بابام بگم بابا خواهش میکنم به من 5 تومن بدید، میگه نه نمیدم، خودت برو یه جا جور کن. من مجبور نیستم برم گدایی بکنم که برای بابام بستنی بخرم، مجبور نیستم. ولی اگه پدر من نداره پولو، من پول رو دارم، من موظف هستم از پول خودم برای پدرم اینو برم بخرم تا اونجایی که خودم محتاج نخواهم شد، خودم از زندگی معمولی روزمرم عقب نخواهم افتاد. اینا جزئیاتیه که درش بحث زیادی شده که چه موردی آره چه موردی نه، فقط من دارم تا اونجایی که یادمه سرکلمات و عنوانها رو برای شما به زبون میارم. حالا چیکار بکنیم توی یه موردی که پدر مادر یه حرفی میزنن و با زخم زبون، آزار کلامی همراهه؟ اگه انسان میتونه به دیده اغماض نگاه بکنه، نادیده بگیره، به زبون نیاره، به چشم نیاره، بذاره برطرف شه بره. در مورد این گفته شده که این شخص هشه میگه من برای تو نه تنها آموناتو پاک میکنم بلکه باید خیلی هم برخا میارم. یا میدراش اومده کسی که از پدر مادرش نگهداری میکنه، رسیدگی بهشون میکنه، احترامشون نگه میداره، هشم بهشون میگه که بیا این بالا ببین من برای تو چه خزانه‌ای گذاشتم، چه گنجینه های این بالا هستش، اوانیم تو بود مرگالی و چیزایی که مثلا چش از حدقه در میاد، وای ببین تمام این الماسا، این یاقوتا، این زمردا، میلیاردها میلیارد پاداش برای تو من کنار گذاشتم واسه این مسئله. گمارا اصلا داستان میاره درباره یه نفری که فکر کنم اسمش اشتباهم ربی یهوشوا بوده، یه راب بسیار بزرگ بوده توی یه شهر و این شب تو خواب بهش الهام میشه، چیزی میشه که آره تو علما حبا هستی. میگه من پیش کی هستم؟ همسایه من تو علما حبا کیه تو اون دنیا آخرت؟ میگن همسایه تو شموئل قصابه. میگه شموئل قصاب؟ شموئل قصاب کیه؟ میگه تو فلان شهر شموئل قصاب است. بیدار میشه، خلاصه خیلی ناراحت، آزرده خاطره که شموئل قصاب، یعنی من با تمام طورایی که درس دادم، با تمام کاری که کردم، حالا قصاب آدم خوبی هم هست، اونم ان شاءالله تا 120 سال خوب زندگی کنه، علامو داشته باشه، ولی خب من زندگی رو وقف تورا کردم، این همه شاگرد دارم، من اگه مثل خب منم برام قصابی بکنم. خلاصه شاگرداشو میگیره، میگه خواهشاً برین تو اون شهره ببینین شمال قصاب کیو چیکار میکنه. دو تا شاگرداش میرن اونجا و میرن تو مغازه شمال قصاب، نگاه میکنن، تمام روز وای میسن اونجا، مثلا میگه میخوان چیزی بخرن، همینجور وای میسن ببینم اینم طرف داره کارشو میکنه، جنس میفروشه، مثل خیلی آدم خیلی واقعا با انصافی هم از خوب.
همه اینو مهمه، ولی به درجه ربی یهوشع برسی هیچی. تا آخر روز وایستادن، بعد بینه آخر روز در مغازه رو بس گفت که ما اگه میشه به ما جایی نداریم، میشه ما امشب شام منزل تو باشیم. اینا میگه من چیز زیادی تشریف بیارید به خونه من. وای میسه بعد یه تیکه گوشت خیلی عالی میاره، گوشت لب نرم، گوشت رو شروع میکنه ریز 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 با ساتور ریز 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 میرم چه نگاه میکرد. بعد این گوشتا رو میذاره توی ظرف و با این راه میکنن، رفتن میرسن توی خونه معمولی، میرن تو و بعد میبینن که این گوشتا رو گرفت گذاشت شروع کرد پختن، هم زد و باشه غذای درست کرد، گوشتا نرم شده بود اینا. بعد دیدن یک از سقف یه تناب آویزونه، یه دونه سبد بزرگه، دید این تنابه رو وا میکنه یواش 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 با یه قرقره این سبده میاد پایین. میبینن یه زن پیر فرتوت تو این خوابیده. میان این بلند میکنه این مرد شوال قصاب، میگه مادر قربونت برم، بیا برات غذا آوردم. مادر رو بلند میکنه، میاد میشینه روی صندلی، قاشق به مادر غذا میده. همینجوری اینا نگاش میکردن. بعد بهش میگن خب این مادر تو چرا بستیش اونجا؟ میگه آخه میگم نکنه یک سوسکی، موشی، مورچه چیزی بری اذیتش بکنه در طی روز که من نیستم، اینجوری بستمش به اون بالا که جاش راحت باشه و بعد میام در طی روزم میام به سر میزنم. بعد اینجوری خلاصه میگه چند وقت این کارو میکنی؟ میگه الان چندین وقته، پدرم که از عالم رفته مادرم اینجوری خیلی شکسته شده، من همیشه رسید مادرم تخم نور چشمه. خلاصه این شاگردا برمیگردن پیش ربی یوشع، میگن جریان از این قراره. ایشون دلش راحت میشه، میگه اگه اینه، این سعادتیه واسه من که همسایه این باشم. اگه این داره اینطوری به مادرش رسیدگی میکنه، مادرش رسیدگی میکنه. اینو یه ما را میاره خزال میگن که چنین مسئله وجود داره که فقط واسه رسیدگی به مادر تو اون سن به این حالت افتاده باشه، این طرف به این زخود رسید و کار بسیار 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 سختیه، بسیار سخته. هر چقدر بگم کم گفتم. من همین الان که پیش نشستم، همین الان امروز الان ساعت نزدیک 10 صبح لس آنجلسه، من امروز صبح 6 صبح بلند شدم چون پدرم قرار بود ببریم برای یه ام‌آرآی و پتسکن و کتسکن کار کنن بدنش، ببینن که سرطانه تا کجا چه اندازه تونستن با دواینا رسیدگی بهش بکنن، ان شاء الله سلامتیشون بشه. آوی موری، مسعود ملکا. خلاصه تا بلند شیم تو ماشین گذاشتمش، تا بردمش آوردمش، کار بسیار سختی بود. بعد تازه رفتم شاخیت خونم اومدم اینجا، بعد الان منتظرم زنگ میزنم برم دوباره برش گردونم جایی که هستش توی این خانه سالمندان. خیلی سخته، خیلی سخت. تازه الان اونجا 2 نفر هستن که بهش رسیدگی بکنن، من تونستم بیام، مگه من نمیمدم. یعنی فقط واسه یکی 2 ساعت صبح وقت گذاشتم. ولی پدر مادر ما رو بزرگ کردن 1-2 ساعت نبوده، شب نخوابی ها بوده، بردن پیش دکتر بوده، دست ما گرفتن، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. اینا واقعا برگردن ما خیلی خیلی حق دارن. بعضی وقتا هستش که یه پدر مادری ممکنه وظیفهشون درست انجام نداده باشن، بچه رو ول کردن، رها کردن، توهین کردن، کتک زدن، حتی کمترین کاری که انجام داده باشن برای انسان، هنوز هشه میگه تو مدیون اینا هستی، اینا تو رو تو دنیا آوردن. اگه هنوز اذیتت میکنن و دیگه قابل تحمل نیستش، گمارا میگه، شولخان رخ میاره، میگه آدم بذاره برای شهر دیگه زندگی کنه که بغل اینا نباشه ولی بهشون بی احترامی نکنه. میگه ما دست عمالق افتادیم، هامان بی پدر مادر که اومد گفت من تمام یهودیان رو قل و قم میکنم. گزرایی اومد، گزرای پدرم پوریم ازش اومد بیرون. قرار بود یه نفر از پس هامان بر بیاد. کی میتونست از پس هامان بر بیاد؟ میگه نگاه بکنید، میگه توی مگیلا وقتی که مردخای شنید که چه اتفاقی افتاده، هامان چه گذاری کرده، و ایز اغز آقا گدولا اومارا، یک زجه کشید مردخای، با صدای بلند فریاد شیون کشید خدایا رحم کن به این گذرا برطرف شه.
میگن این کلمه رو ما کجا دیگه داریم؟ کلمه رو داریم سر عیسی. وقتی عیسی اومد دید یعقوب براخاشو گرفته، میگه و ایزق ز آقا گدولا امورا عدم عود. یک فریادی کشید از درد که وای من براخام از دستم در رفت. میگه به خاطر همین عیسی گفت من از تو نفرین به دل میگیرم. پدرش رو مجبور کرد اشک ریخت که اسحاق بهش گفت اوکی، که وقتی که و هایا که اشر تارید او فارغت و علوم سوارخ، وقتی که یعقوب بچه هاش تو رو نگه ندارن، اون موقع یوغش از گردن تو برداشته میشه و میتونی بره بر علیهشون اقدام بکنی. همین که بود عمالق اومد این کار کرد، هامان اومد این کار کرد، فریاد زد. مردخای گفت ما چجوری از شر نجات پیدا بکنیم؟ و بعد مردخای میدونست که کی میتونه از پس عیسی بر بیاد. عیسی یه زخوت داشت از همه چی بالاتر، این بود که احترام پدر مادر رو نگه داره. یه لباس مخصوص میپوشید وقتی میخواست مثلا به پدرش بره سرو کنه غذا بده، یه لباس مخصوص میپوشید و میرفت. میگه کی میتونه پس عیسی بر بیاد؟ فقط کسی که تونسته بیشتر از عیسی کی بود؟ آقایم نگه داره، احترام پدر مادر نگه داره. کی بوده؟ هیچ کس. مردخای گفت یه نفر است از پس این میتونه بر بیاد. کی؟ استر. چون استر موقعی که مادرش آبستن بود پدره از اولام میره، سر زام مادره از اولام میره، استر توسط خانواده‌اش بزرگ میشه. هرگز پدر مادر نبودن که به پدر مادرش بی احترامی بکنه. یک دفعه هم نبوده مثلا به اینا خدا نکرده یه خنجی زده باشه، یه کاری کرده باشه که مایه دلازردگیشون باشه. برای این حساب استر تو شامعیم نسبت به کی بود؟ آوائم پاکه پاکه پاکه. استر میتونه از پس هامان بر بیاد و اومد. میدونی که اومد. چرا؟ به خاطر که خدشه‌ای وجود نداشت تو کردیتش. هیچ کس نبود بره نگاه بکنم تو پرونده ایشون ببینم هیچ رفوزه شده، تجدیدی آورده، نمره کم داره. نه، ایشون همه چیش اوکیه، پاکه، پاک و منظم. برای میگن که چقدر مهمه که انسان بدونه تو زندگی این زخوت بالاییه. امروز پدر مادرها به خاطر پیشرفت علم پدر مادر بیشتر عمر میکنن. شکر خدا. قبلا 50 60 سالگی خیلی معمولا میرسن روز 80 90 میرسن. برای همین هم مشکل خودشونو دارن، ضعیفن، فرتوتن، شکستن، مریضه مختلف دارن، محتاجن. و فرزندان اونام بعضی حالا خودشون فرزند دارن، سرشون شلوغه، نمیتونن، توانایی مالی ندارن. مسائل بسیار سختیه که تو همه جای دنیا هست. همینجا تو آمریکا هست، همه جای دنیا هست، هر جای دنیا بری همین رنگه که انسان دلش کباب میشه. پدر مادر خوشبین زیر درد و رنج نهایت سعی خودش رو باید بکنه و هر روز انسان نشه بخواد خدای کمکم کن که من بتونم از پس این آزمایش، از این بوته سربلند بیام بیرون. اگه احتمالی داره که پدر مادر آزار کلامی میدن، انسان اول سعی کنه ببخشه و نادیده بگیره. اگه نمیتونه این کارو بکنه، انسان سعی کنه که با احترام بگه بابا جان خواهش میکنم اگه میشه به من این حرفو نزنید، وقتی میگید من خیلی دلم میشکنه، این من اذیت میکنه، خواهش میکنم نگید. یه بار بگه، 2 بار بگه، 3 بار بگه. اگه میبینی که محل نمیذارن، بعد سعی میکنه اگه میشه کمتر باشون برخورد داشته باشه. انسان خودش رو با اینا مواجه نکنه. اگه میشه، اگه امکان پذیر است، اگه تو خونه باشون زندگی میکنه، آدم دیگه موقعیت دیگه نداره، واقعا کار سختری با یک آموزگار، با یک معلم، با کسی صحبت کنین که تو مورد خودتون دقیقا تو چه مسئله‌ای هست چه جوری بتونید با این مسئله دست و پنجه نرم بکنید. مسئله ساده‌ای نیست، بسیار 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 میسوای گرانقدر، گران قیمت و سنگینیه که هر کسی از توانایی کول کردن و بار بردن و تحملش بر نمیاد. من با اجازهتون باید برم پدرمو بیارم تا چند دقیقه دیگه. اگه در این مورد، در مورد احترام پدر مادر، سوال دیگه ای هست یا باید یه مقدار بیشتری شفاف سازی توی این مورد بشه، صحبتی که الان کردیم، بگین، در خدمتتون هستم. خدا رو ممنون. ان شاءالله سلامتی کامل پدرتونم باشه.
آمین آمین. ایشالا هشم به هممون ایشالا زخوت بده که بتونیم این میسوا رو درست انجام بدیم. هشم بهمون هم قدرت جسمی بده که بتونیم از نظر بدنی از خودمون مایه بذاریم، هم قدرت روحی بده از نظر احساساتمون بتونیم تحمل داشته باشیم، هم قدرت عقلانی بده که تصمیم درست بگیریم و از همه بر کنار این هم مهم قدرت مالی هم بده که انسان بتونه از لحاظ مالی اگه بشه کاری انجام بده. من کسایی میشناسم که واقعا با اینکه تو خونهشون جا ندارن پدری مادر آوردن یه جایی جا دادن بچه ها رسیدگی بکنن، به پدر مادرش رسیدگی کنن، ببینن بچه هاشون میبینن که چجوری پدر مادرشون داره به پدر مادر خودشون میرسن، یکی از بهترین الگوهاست. و بعضی رو میبینم که با وجودی که قصر دارن، خونه بزرگی دارن، پدر مادر رو رها میکنن تو یه جایی، میگن آقا یکی دیگه بهشون برسه. و متاسفانه تو اینجور خانه های سالمندان، تو اینجور کانون ها، تو اینجور جاها، حتی نرسینگ هم، جایی که مال نرسینگه، متاسفانه اینجا به خاطر که باید به 30 40 50 100 200 نفر باید رسیدگی کنن، خیلی وقتا این افراد بهشون رسیدگی درست حسابی نمیشه. حداقل کاری که فرزندان میتونن انجام بدن که واقعا سعی کنن هر روز به اینا سر بزنن، هر روز برن احوالشون بپرسن از نرس و دکتر و هر کسی اونجا پرسنل از بهیار، چطوره حال بابا، مامان چیکار کرده، غذاشو خورده، دواشو دادیم بهش. به خاطر اینکه قانونه که وقتی یک مریض یه شخص سالخورده‌ای اشخاصی داره که واسش دلسوزی میکنن، درباره‌اش سوال میکنن، این افرادی که مسئول هستن بیشتر توجه میکنن، چون میگن اگه من رسیدگی نکنم یکی میاد فردا خیر من نمیچسبه. ولی کسی که بهش سر نزنن، محل نذارن، چه تو بیمارستان، چه درمونگاه، چه تو کانون سالمندان، اینجور اشخاص به حال خودشون رها بکنیم، خدای نکرده نتایج مثبتی نخواهد داشت. دیدیم که چقدر افرادی بودن که اینجوری حتی بعضی از تنهایی دق میکنن و خدا ان شاءالله رحم بکنه به اون بچه‌هایی که توانایی دارن این کارو نمیکنن. ان شاءالله همه بتونیم که از این میسوا سربلند بیایم بیرون. هشم به زخوتش به هممون طول عمر بده، سلامتی، موفقیت، برخا، که تا 120 سال خیرمون ببینم، هم خیر بچه‌مون ببینم. هفته خوبی داشته باشید، تا هفته آینده شالوم باشید. بای. خیلی ممنون. رفاه ما باشه برای همه. آمین. خیلی ممنون که وقتتون در اختیارمون گذاشتید. شالوم. شالوم. بای.